فرماندهان صحرایی فرانت خلقی یکی از طرفهای جنگ شهروندی تاجیکستان بعد پیروزیشان در سال اول جنگ شاید پیروزی بکم اونقدر از این غلبه با کمک ارتش روسیه و سپسناز پلکوونیک کوچکوف به دست آمده مغرور شده بودند که دنیا در نظرشان مثل یک تنگه میتافت. سخنان مشهور رهبر فرانت خلقی سنگک سفروف از یادها نرفته است که در جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان در خوجند گفت که تا به مسکو رفته مرز دموکرات را در روسیه هم از بین خواهد برد. سنگک سفروف بعد چندین ماه پیروزی فرانت خلقی به طور مرموز امروز با فیضعلی سعیدوف یک فرمانده دیگر ارشد این طرف جنگ کشته شدند و این آرزوی تو به مسکو رفتن را با خود به گور بردند. ولی ژورنالیست تاجیک رجب میرزا که در فیسبوک حادثه‌های مهم تاریخی را یادآوری میکند با اقتباس از کتاب رسپوبلیکا تاجیکستان استوریا نزاویسمستی یکی از چنین کوشش به مسکو رفتن و با اپوزیسیا حساب و کتاب کردن خوجا کریموف یکی دیگر از فرماندهان فرانت خلقی یادآوری کرده است. خوجا کماندیر مسافران سمالیات را پیش کرد و به روسیه برای قصدگیری از مخالفان رفتنی شد. نزاویسمیا گازیتا نوشت که 26 آگوست سال 1993 در فرودگاه دوشنبه خوجا کماندیر با گروه خود پیدا شده از داخل سمالیات که باید به پایتخت روسیه سفر میکرد مسافران را پیش نمود و از پیلوت‌ها طلب کرد تا او و همراهانش را به شهر مسکو ببرد و او قصد خود را از مخالفین بگیرد. وضعیت آنقدر بحرانی شد که رهبریت فرودگاه همراه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان رشید عالموف به نزد خوجا آمدند و خواهش و تولو کردند که از سمالیات فراید تا آن ریسش را انجام دهد. گپ آنها نگذشت. مشکل تنها پس از آمدن معاون یکم رئیس شورای عالی عبدالمجید دوستیف به فرودگاه اهل خود را پیدا کرد. کماندیر گپ او را به زمین نماند، اما از بین 3 ساعت گذشته بود. تنها پس از رفتن خوجا و همراهانش مسافران دوباره به سمالیات وارد شده سفر خود را انجام دادند. کریموف خوجا رحیموویچ معروف با لقب خوجا کماندیر 1 اکتبر سال 1960 در جماعت قزلقلعه نویه خراسان به دنیا آمده اویله‌دار صاحب 7 دختر است. خوجا کریموف یک مدت در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل کرده تا شروع جنگ شهروندی در زادگاهش نویه غازی ملک فیلچر بود. سال 1992 به فرانت خلقی پیوست و امروی تغی شکوروف در منطقه قزلقلعه نویه غازی ملک خط دوم جبهه فرانت خلقی را تأسیس داد. خوجا کریموف با بیرحمی فوق‌العاده‌اش در سالهای جنگ شهروندی نام برآورده بود. میگفتند که خوجا برای یک کار ناچیز حتی برای بد بودن تبش میتوانست یگان کس را بپراند. خوجا کریموف بعد پیروزی فرانت خلقی در سال اول جنگ شهروندی و به قدرت رسانیدن حکومت امامعلی رحمانوف عملا به شاه غازی ملک تبدیل یافته همچون معاون فرمانده بریگاد مخصوص وزارت مدافع تاجیکستان تعیین شد. او در انتخابات پارلمانی سال 1995 از حوزه اویلی وکیل شورای عالی انتخاب شد. آن هیئت پارلمان تاجیکستان در تاریخ همچون پارلمان بایویکو یاد می شود. ماه مارس سال 1998 خوجا کریموف در جلسه پارلمان با اتهام دست داشتن در چندین کشتار از جمله قتل وکیلان پارلمان سیچو شویف که سال 1993 با برادرش در نزد بنای شورای عالی ربوده و سپس کشته شدند دستگیر کردند. خوجا کماندیر را همچنین به قتل همسنگر دوره جنگش گنرال تغی شکوروف عیبدار میکردند، ولی او بعد چندی از بازداشت آزاد شد. خوجا کریموف در پایان سالهای 90 به فوتبال رو آورده مقام پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد، اما سایه پرونده جنایتی دیگر باره بالای سر خوجا کماندیر سایه افکند و او سال 2001 از تاجیکستان فرار کرد. میگفتند که او به مالایزیا و سپس به امارات پناه برده است. خوجا کریموف روز 3 ایول سال 2019 در دبی دستگیر کرده ماه فوریه سال 2020 از امارات به دوشنبه آوردند. 9 فوریه سال 2021 دادگاه عالی او را به 14 سال زندان و رستم جباروف معلق به رستم کماندیر یکی از یاران نزدیکش را به 13 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. ماه فوریه سال 2022 دادگاه عالی حکم خوجا را به 21 سال رساند.